یک گروه از فعالان جامعه و شخصان سخاوتمند در شهر کلوب به بیمارخانه‌های شهر کمک کردند. معرکه جمع‌آوری مبلغ را توسط شبکه‌های اجتماعی به راه ماندند و شخصان خیرخواه به آن پیوستند. بیمارخانه‌های کلوب به گفته فعالان گروه به مواد طبی، بهداشتی و طبیبان به لباس‌های محافظتی نیاز دارند. مقصد این اقدام تامین نمودن بیمارخانه‌های منطقه کلوب، کارگران بیمارخانه‌ها، اینچنین بیماران با موادهای لوازمات بهبود سلامتی، لباس‌های مخصوصی محافظتی، ماده‌های بی‌ضررگردانه و غیره تامین نموده کمی هم باشد به همین وسیله سهم خود را گذاریم. با گفته فعالان گروه در نوبت اول با مبلغ 63,000 سامانی اساساً نقاب‌های طبی، دستگاه‌های حرارتسنج، لباس‌های حفاظتی و موادهای بهداشتی خریداری شد. کمک‌ها را به مسئولین بیمارخانه‌ها تقدیم کردند. فعالان گروه میگن این مرحله اولی کمک‌ها به بیمارستان‌های کلوب بوده، در آینده به دیگر بیمارستان‌های منطقه چنین کمک‌ها خواهند کرد. با پنهان شدن بیماری کووید 19 در بیمارخانه‌ها هم کمبودی مواد حفاظتی مشکل اصلی گشت. کمک ساکنان به بیمارخانه و طبیبان در حالی است که هنوز از ماه اپریل سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای علاهیده یک پای دیگر برای پیشگیری از پنهانشوی کووید 19 و دوشنبه یاری مالی پیشنهاد کرد. تا به حال برای مبارزه با کرونا ویروس به تاجیکستان حدود 14 میلیون دلار و تست و دیگر اشیاء محافظتی کمک کرده اند. حالا که گروه‌های علاهیده برای کمک به پزشکان و عائله‌های کم‌بیزا در شرایط کرونا ویروس مبلغ جمع می‌آورند و بعضی اداره‌ها معاش خود را به صورت حساب دولتی مبارزه با بیماری همگیر می‌گذرانند. ساکنان دعوت دارند که کمک‌ها به طور شفاف تقسیم شود.